کجا دنیا شما سراغ داری؟ اولی رو برای من بیار که من به دومیش باور کنم که اجازه بدن یک قوم، یک طایفه بر علیه قانون اساسی یک سرزمین قیام بکنن. قانون اساسی سرزمین های اسلامی هم چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد قانون خدا و شریعت. ما اصلا این نوع حقوق رو قائل نیستیم از ابتدا برای همجنسگراها. چرا؟ چون این بر ضد منافع بشره، بر ضد نسل بشریته. ما اصلا اعتراف نداریم به این حقوق. پس شما از ما چی مطالبه میکنی؟ فرهنگ ما سکولاریسم غرب نیست که اخلاق رو به آرای عمومی بسپره که بیان از فردا بگن که آقا فلان ایالت اجازه همجنسگرایی داره. میدونی اینجا یه فرق اساسی بینندگان عزیز بین قانون و شریعت. قانون میاد قانونگذاری میکنه هر چیزی رو که مردم به اون عادت دارن یا در عرف یک جامعه هست. اما شریعت این گونه نیست. شریعت میخواد مردم رو ترقی بده و پیشرفت بده. به همین خاطر نگاه میکنه اگر یک چیزی رذیلت باشه و فضیلت نباشه و یک مسئله باشه که شر باشه ولی عرف هم باشه، با اون به مبارزه برمیخیزه تا اون رو نابود بکنه و از بین ببره. خیر رو بهش اعتراف داره اما مسائل شر و مفاسد رو رد میکنه و انکار میکنه. این تفاوت بین قانون و شریعت. پس شما نباید از ما چیزی رو مطالبه بکنید که ما به اون باور نداریم. سلام دوستان، ویدیوی بعدیمون راجع به حرفای این دختر خانومه. لطفاً ما رو دنبال بکنید.